عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه همراهان گرامی. بیش از 10 دهه فعالیت آموزشی در حوزه کار، تامین اجتماعی، طبقه بندی مشاغل، بهره وری و مباحث مرتبط با منابع انسانی یک درسی رو به خودم داد. اون این که مطلب رو به صورت یک داستان واقعی وقتی برای مخاطبم مطرح میکنم بر دلش میشینه. اون آموزشه برای منم شیرینه. خب حدود 2 دهه حضور در مراجع حل اختلاف کار، هیئت‌های تشخیص، هیئت‌های حل اختلاف، حضور در کمیسیون‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی و رسیدگی به بیش از 1000 پرونده در هر سال. یک آرشیوی رو برام به وجود آورده، تقریباً 20,000 داستان واقعی. تصمیم گرفتم که از این به بعد آموزشمون با بقیه آموزش‌هایی که می‌بینید متفاوت بشه. چه تفاوتی؟ خب اون آرشیو داستان‌های پرونده هایی که رسیدگی کردیم و باز میکنیم. هر بار یک پرونده رو بازخوانی میکنیم، اما با حضور یکی از طرفین پرونده. به صورت میهمان برای ما از دیدگاه خودشون پرونده رو باز میکنند. اول درسی که خودشون گرفتن رو به ما میدن و بعد نکاتش رو براتون استخراج میکنن و به صورت تیتروار در اختیارتون قرار میدن. البته به همین جا بسنده نمیکنه. یک جلسات خصوصی و فوق تخصصی هم برگزار خواهیم کرد و اون پرونده رو با حضور کارشناسای دیگمون باز میکنیم و مجدداً درس‌هاش رو به صورت ریز و درشت بر خودمون تیتر میکنیم. قراره که این تجربه 20 ساله به صورت کامل به شما منتقل بشه. از اینکه با من همراهی میکنید سپاسگزارم و مشتاقانه منتظر ایده هاتون هستم.